دوستای عزیز سلام، امید که جور صحتمند سلامت باشین. دیگه خوش آمدید به یک ویدیوی دیگری ما از منطقه بسیار خوب کشور سوئیس. فعلا آمدیم دوستا، دیگه قراره که بریم یک کمی کوهنوردی کنیم. ببینید چه کوههای اموت بلند و زیبا و سرسبز. دیگه فعلا که در منطقه زیگریزویل در کانتون برن کشور سوئیس هستیم که نزدیک در تون میشه دوستان. دیگه دوری بر ما ای طرف که یک خوب میدان فوتباله و پارکینگ. از اینجا قرار دوستا ای طرف بریم یک دانه از او پولای هواییه. البته در عکسش که خیلی اموت یک پول هیجانی معلوم میشد. دیگه باش بریم از نزدیک ببینیم که واقعا چی قسم است. شما با ما باشین تا به پول مرسیم دوستا. شما یک لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت های خوب نوشته کنید. اگر در اینجا بودین حتما خاطرات خوب بلدیز ما شریک کنید و دیگه با ما باشین. بریم از این پول دیدن کنیم واقعا ارزش دیدن داره یا نه. که از شهر ما تا اینجا حدود 1 ساعت راه آمدیم تا بریم از این پول دیدن کنیم. دیگه بریم بخیر. اینجا که میبینید از اینجا باید بلیت بگیریم. متاسفانه که فری نیست. البته پارکینگش فری است دوستا و این پول هم که در پهلوی پارکینگ موقعیت داره 8 فرانک هم که باید بلیت بگیریم. به هر صورت ما بلیت خود گرفتیم تا بریم ببینیم این پول واقعا ارزش داره یا نه. به هر صورت با ما باشین بریم که چی خبر است. بیا عزیزم. این پول هم که قسمی جور شده دوستا. امی به نظرم دو قریه با هم دیگه وصل نه. دیگه ببینید که از اینجا میتونیم چه یک تصویری یا نمایی داشته باشیم. واقعا یک کمی هیجان انگیز است چون خیلی بلند معلوم میشه و واقعا ویوش به نظیره دوستا. ببینید اگر واقعا دوستای عزیز تصویر بسیار خوب از دریای تون خواسته باشید میتونید از اینجا داشته باشید. واقعا خوب نمای زیبا داره. دیگه مریم جلوتر میبینیم که دیگه چی خبر است در این منطقه زیگریزویل و پانوراما بروکه. بلندیش هم دیگه به اندازه بسیار بلنده واقعا. به هر صورت با ما باشین دوستان. بریم یگان تا معلومات حتما در آخر از این پول شاید باشه که بلندیش چی قدر است و چی وقتا مثلا درباره گشیختشی اگر شد معلومات بگیریم که چی وقت جور شده و بلندیشی ببینیم که چقدر بلند است. هم قریه زیگریزویل. این نمای بسیار زیبا از این پول معلق پشت سرش ببینید چه کوهایی هموت برفی. دیگه با ما باشین دوستا. بریم این طرف یک تابلو مانده معلومات داده درباره از این پول. معلومات هایش هم بخوانیم. و دوستای عزیز فعلا رسیدیم روی پول. البته در وسط پول هستیم در منطقه که بسیار اموت بلند است. دیگه ناگفتن امانه دوستا. طولی پول 340 متر است و بلندیش 180 متر که سال 2012 هم افتتاح شده. بسیار یک پول خوب. میتونید دوستای عزیز بیایید و از این منظره زیبای اینجا لذت ببرید و همچنان یک تجربه بسیار خوبی داشته باشید از پیاده روی روی پل زیبا.
خب دوستا فعلا همون یک رستوران چینیه دیگه پیدا کردیم، باید اینجا بخیر نان بخوریم و بعدش بریم یک کمی کوهنوردی کنیم و این منطقه رو بهتر بگردیم. خب دوستای عزیز، ما فعلا آمدیم پایین لب دریای تون هستیم. ببینید هموت یک دریاچه بسیار زیبا دیگه. آمدیم اینجا تا از این منطقه هم دیدن کنیم و لذت ببریم. واقعا بسیار یک منظره زیبایی داره. پیشنهاد میکنیم اگر آخر هفته جایی خواستین برین هموت زیبا و دلنشین باشه، حتما تون فراموش نکنید. اگر فرصت شد بخیر ما بعدا قرار بریم داخل شهر تون، از اونجا هم ویدیو میگیریم. به هر صورت فعلا در لب دریای تون هستیم. ببینید پشت سر من چقدر ویوی زیبا داره دریاچه با او کوههای بسیار زیبایی که احاطه‌اش ده. واقعا این منطقه را بی نظیر زیبا و قشنگ کرده. حتما اینجا دیگه دوستای عزیز این منطقه بسیار یک جای مناسب است. میتونید کباب کنید یا پیکنیک داشته باشین، از خانه وسیله بیارین و در این فضای زیبا بشینید و از زندگیتان لذت ببرید. زمستان هم که در راه است متاسفانه دیگه. به هر صورت زمستانش هم زیباست، ولی فعلا که ما هستیم دیگه امروز هوا بسیار عالیه. واقعا که جای بی‌نظیریه. پس اگر در سوئیس آمدین یا کسایی که در سوئیس هستن، پیشنهاد میشه که بیاین از این دریاچه زیبای تون دیدن کنید و لذت ببرین دیگه. باش بریم دوستا کمی پیشتر که دیگه چی چیزای اینجا وجود داره. یه هم اطرافش دوستا هموت یک پیاده روی بسیار زیبا قسمی که میبینید دیگه. این طرفش که کاملا دریاچه هست و منظره را ببینید. کوه‌ها هموت کوه‌های بسیار بلند و زیبا. اگر دنبال کوهنوردی هستین و جاهای آرام بخش، یک جایی که آرام باشد و بسیار امیت طبیعت زیبا، میتونید حتما در منطقه تون بیایید. این هم دریاچهش، میتونید که آب بازی کنید. آبش هم کاملا تمیز
و همچنان ناگفته نمانده دوستا، شما از این منطقه میتونید یک سفر بسیار خوب را با قایق یا کشتی تجربه کنید. قسمی که میبینید ای از منطقه تون، از نزدیک شهر تون خلاصه حرکت کرده و میره سمت اینترلاکن و بعدش به نظرم وصل میشه تا لوزرن. میتونید یک تور بسیار خوب از کشتی سواری دریای تون داشته باشین دوستا. میبینید مهمانم که به اندازه زیاد است، چون کشتی دیگه کاملا پر است.